درود رفقا، خوش اومدین به چنل فری استایل. من فری هستم و خب همونجور که میدونین اومدیم با پارت دوم رشته های پرطرفدار در رشته علوم تجربی. توی این پارت ما میریم سراغ رشته‌های دامپزشکی، فیزیوتراپی، پرستاری و اتاق عمل. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت ببرین. همچنین یادتون نره که لایک کنین، سابسکرایب کنین، واسمون کامنت بذارید. همچنین زنگوله رو هم فشار بدید تا زودتر از همه از ویدیوهای من باخبر بشین. پس بریم سراغ ویدیو. اولین رشته که می‌خوایم راجعش صحبت کنیم رشته دامپزشکیه. همین اول کار بهت بگم اگر به این رشته علاقه نداری اصلا سمتش نیا، چون هم دروس تئوری سختی داره هم عملیاش سخت و درست مثل پزشکی اگر علاقه بهش نداشته باشی وسطش کم میاری. راستی یه چیز دیگه هم اضافه کنم که ما یک رشته کاردانی دامپزشکی هم داریم که اون بدون کنکوره، اما دکترای دامپزشکی شما باید رتبه خوبی بیارین تا بتونین قبول بشین. این رشته 6 سال طول میکشه تا بتونین تمامش کنین و همچنین حق مطب زدن و داروخونه به کسایی داده میشه که دکترای دامپزشکی دارن، نه کاردانی. نایس. طبق معمول هر رشته شما یک سری دروس عمومی دارید مثل معارف، یک سری دروس تخصصی دارید مثل جراحی عمومی دام‌های بزرگ، مسمومیت دام‌ها و خیلی چیزای دیگه. همچنین شما دو دوره کارآموزی روستا دارید، یک دوره بین سالهای 4 و 5، یک دوره بین سالهای 5 و 6. همچنین کارآموزی اینترنی هم دارید. همونطور که پیشتر گفتم شما 6 سال باید تحصیل کنید، یعنی 12 ترم. حدوداً 130 واحد رو باید پاس کنید. بعد از اون شما باید یک آزمون بدید که در صورت قبولی در اون آزمون شما رسما یک دامپزشک میشید. بریم سراغ بازار کار این رشته. این رشته جزء کارهای پردرآمد محسوب میشه. شما میتونین مطب بزنین، داروخونه داشته باشین، میتونین مسئول فنی بخش خوراک تویور باشین و همچنین میتونین به عنوان دامپزشک برید توی مرکز پرورش اسب و ماهی. همچنین شما میتونید ادامه تحصیل بدید و به مقطع فوق دکترا دست پیدا کنید. مزایاش یک بار دیگه با هم مرور کنیم به این صورته که شما درآمد خوبی میتونید کسب کنید. آینده کاریش روشنه چون که الان همه با توجه به وضعیت فعلی دارن میرن به سمت گرفتن پت. میتونین مطب بزنین و راه ادامه تحصیلش کاملا بازه. از معایبش اینه که شما ممکنه با صحنه‌های ناخوشایند مواجه بشین و همچنین در دانشگاه دروس سختی رو باید بگذرونید. همچنین برای بعضی ارتباط گرفتن با حیونا کار سختیه. از اونجایی که حیوان خونگی در سراسر دنیا بسیار محبوب شده، عملا شما واسه مهاجرت کار سختی در پیش ندارید. پس اگر از لحاظ جسمی توانایی بالایی دارید، به حیونا علاقه‌مندین و میتونین درس‌های سخت در طول 6 سال طی کنین، حتما وارد این رشته بشین. خب بریم سراغ رشته بعدی، رشته‌ای که خیلی هم پرطرفداره، یعنی فیزیوتراپی. اگر کسی رو میشناسید که به این رشته علاقه‌منده و دوست داره که در انتخاب رشتهش این رشته رو انتخاب کنه، لطفا این ویدیو رو واسش بفرستید و منو بهش معرفی کنید. همچنین همین الان کامنت کنید رشته‌ای که می‌خواید راجعش صحبت کنم و تا من در ویدیوی بعدی راجع به اون رشته تمام اطلاعاتمو بهتون بدم. بریم سراغ این رشته. همونطور که راجع به رشته‌های دیگه صحبت کردم، این رشته باز هم 3 تا درس مختلف داره. اول دروس عمومی، دوم دروس پایه پیراپزشکی که توی همه رشته‌های پیراپزشکی ثابته و سوم دروس تخصصی فیزیوتراپی. یه اشتباهی که اکثر بچه‌ها میکنن اینه که فکر میکنن این رشته دکتراست، در حالی که این رشته کارشناسیه و شما باید 4 سال بخونید، یعنی 8 ترم. بازار کار نسبتا خوبی داره و آینده شغلیش امیدوار کننده است. از خوبی‌های این رشته اینه که طرحش کاملا اختیاریه و همچنین از اونجایی که جهان داره رو به پیری میره، احتیاج کشورها به فیزیوتراپ بالا رفته و این میتونه توی مهاجرتتون تاثیر بذاره. بعد از فارغ التحصیلی میتونید توی بیمارستان‌های دولتی کار کنی و حتی مراکز خصوصی هم هستن که اونجا میتونید توشون فعالیت کنید. فیزیوتراپی در منزل به شدت وایرال شده و اگر یک مقدار هوش کار داشته باشی به راحتی میتونی خودت تو این رشته بالا بکشی. برای ادامه تحصیل میتونی با دادن یک آزمون کارشناسی ارشدت رو بگیری. دقت کنین که اون آزمون از اونجایی که فقط کارشناسی‌های خود فیزیوتراپی تو شرکت میکنن، رقابت به شدت آسان‌تریه نسبت به بقیه رشته. همچنین شما میتونید تا مقطع دکترا هم پیش برید. از مزایاش اینه که رشته پردرآمدی، آینده شغلی خوبی داره که البته شما باید هوش کاری بالایی داشته باشین در این زمینه و همچنین پرستیژ نسبتا بالایی داره توی اجتماع. فیزیوتراپیست باید صبور باشه، اعتماد بیمارا رو جلب کنه و همچنین از لحاظ جسمی قوی باشه تا بتونه وزن بیمارا رو تحمل کنه. بریم سراغ رشته بعدی، یعنی رشته اتاق عمل. قبل از اینکه بریم سراغ این رشته، شما رو دعوت میکنم به دیدن یک ویدیوی دیگه از من که در رابطه با رشته‌های پزشکی، دندونپزشکی و داروسازی توضیح کامل دادم. میتونید از قسمت بالا روی لینکش کلیک کنید، واسهتون میاد به صورت یک علامت تعجب و برین اون ویدیو رو حتما تماشا کنید.
قبل از اینکه راجع به رشته اتاق عمل توضیح بدم باید اول فرق بین هوشبری و اتاق عمل رو بهتون بگم. کار هوشبر اینه که علائم حیاتی مریض رو کنترل میکنه، اما اتاق عمل کارش اینه که وسایل جراحی رو به جراح بده و در عمل جراحی به جراح کمک کنه. یه نکته ریز میگم بین خودمون باشه، اتاق عمل ها جراحی هم میکنن اما این کار غیر قانونیه و اگر مسئول شما رو ببینه تفاوت آخرم اینه که هوشبرها وسط عمل میتونن بشینن اما اتاق عمل و پزشکای بدبخت نه. طبق معمول 3 نوع درس رو میخونن: عمومی، دروس پایه پیراپزشکی و همچنین دروس تخصصی اتاق عمل. دوره اتاق عمل یک دوره کارشناسی 4 ساله و 8 ترمه است و همچنین ما 2 نوع اتاق عملی داریم. یکی سیرکولره که استریل نیست و نباید کنار بیمار باشه و دیگری اسکرابه که اون استریله و میتونه در کنار جراح به جراحی کمک کنه. دقت کنید که طرحتون اجباریه. این رشته جزء اون رشته‌ایه که بعد از 4 سال به راحتی به درآمد میرسی و به راحتی میتونی مستقل بشی. مزایای به شدت زیادی داره، کارش راحته، شما به راحتی میتونید مستقل بشید، زیاد لازم نیست که با مریض چشم تو چشم بشین، طول دوران تحصیلش هم کم. از معایب این رشته میتونم اشاره کنم به شیفت‌های سنگینی که داره، تصاویر ناخوشایندی که ممکنه ببینید و همچنین بسته بودن دستتون نسبت به کاری که انجام. برای مهاجرت کردن هم مثل پرستاری رشته به شدت خوبیه و سریع شما رو جذب می‌کنه. باید از لحاظ جسمی توانایی بالایی داشته باشید چون چندین ساعت ممکنه سر عمل وایسی. همچنین باید حواست باشه که همه وسایل رو استریل کنی وگرنه اگر بیمار آن استریل بشه عواقب بدی میتونه داشته باشه. در کل که رشته جذابیه، دانشجوها هیچ کدومشون ناله نکردن از رشته‌ای که رفتن و خب کلا رشته شیرینیه. فقط حواست باشه که اگر فوبیای خون داری این رشته به دردت نمیخوره. خب وقتشه بریم سراغ رشته آخر، یعنی رشته پرستاری. رشته پرستاری از اون رشته‌هاست که خیلی زود مستقل میشی و به درآمد میرسی و برای مهاجرت هم خیلی رشته خوبیه، مخصوصا بعد از پاندمیک کرونا که همه کشورها خواهان پرستار شدن. طبق معمول دروسی که میخونین عمومی هست و پایه هست و تخصصی و همچنین مدت زمان تحصیلتون 4 ساله یعنی 8 ترم. برخلاف مامایی این رشته شیفت شب نداره، نهایتا تا 2 بیمارستانی و بعد از اون میرین دانشگاه واسه تحصیل. تقریبا هم میشه گفت آینده شغلی این رشته تامین. در مورد استخدام در این رشته هم شما باید سنتون بین 20 تا 35 سال باشه برای اینکه بتونید در مراکز دولتی کار کنید. همچنین میتونید در مراکز خصوصی هم شروع به کار کنید. از لحاظ درآمد هم بستگی به مدرکی که دارین داره و همچنین شهری که دارین توش فعالیت میکنید. ادامه تحصیل میشه گفت در بین این رشته‌ای که گفتم بهترین رشته واسه ادامه تحصیل همین پرستاریه که شما میتونید تا مقطع دکترا مدرکتون رو بالا ببرید. اگر در 18 سالگی وارد دانشگاه بشین نهایت تا 22 سالگی میتونید مستقل بشین. همچنین آینده شغلی وسیعی داره و میتونید تو بخش‌های مختلف کار کنید. ادامه تحصیل در این رشته آسان‌تره، پرستیژ نسبتاً بالایی هم داره. از سختیاش اینه که صحنه‌های ناخوشایند میتونید ببینید، شیفت‌های طولانی مدت داره و یه چیز دیگه که نمیشه گفت سختی، چون اگر عاشق کارتون بشین سختی کار و شیفت‌های شبش واسهتون به یک بازی تبدیل میشه. همچنین حواستون باید باشه که روزهای تعطیل و مناسبت‌ها حتی عید ممکنه که سر کار باشید و نتونید پیش خانواده‌تون باشید. خب بالاخره به پایان این ویدیو رسیدیم. پارت دوم رشته‌های محبوب هم به پایان رسید. لطفاً توی کامنت ها رشته بعدی که دوست دارین راجعش اطلاع پیدا کنید و بگید. امیدوارم همگی بتونید توی رشته مورد علاقتون تحصیل کنید و در آینده بتونید به هدفتون برسید. بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. بریم ببینیم میتونیم توی یک ماه 100 تا با اولو بگیریم یا نه. پس فعلا. هنوز اینجایی؟ دمت گرم داداش، این بالا رو بزن. میری ویدیوی بعدی این یکی هم بزنی وارد کانال هم میشی. راستی یادت نره که سابسکرایب کنی. این دوتا رو حواست باشه ها، این دوتا چیزای خوبی هستن.